امروز من از مسافرت میبینم در افغانستان پایکوبی است. ما حسیب قوای مرکز کشتیم. کی کشته؟ یک نفر 34 ولایت با تیواره و چرخبال آمده یک جای قفس کرده گرفتش. با اون هم چی که در جنگ هم نیکی کشته شوه، ما در دلمون ارمان نمانه نیکی از ماشین تاکو بکش، با موی کشالک بکو، با چهار تا دیگهش بدر رقص و رقص کوبی داره در ولایت ها و رسوالی ها. ما اسرائیل و امریکا را کشتیم، تو افغان خودتا کشتی، تو غیرت و مردانگی خودتا نشان میدادی، یک دفعه رهایش میکردی، ما را میگفتیم تو قدرت داری، تو افغانستان را میسازی. ما از چی بیایم در افغانستان زندگی بکنیم؟ باز در کشورهای مردم، در رئیس جمهوری در کشور آلمان و جرمنی و در چندین کشورها درخواست میتن که افغانی ما را دیپورت کو، رخصت کو، بیا افغانستان، مشکل نیست. امروز تو یک جوان به او حالت کشتی، میفهمی در قرآن خدا آمده میگه کسی را که اسیر گرفتی حق نداری بکشی، رهایش بکن. قسمی که حسیب قوای مرکز 1000 تا اماراتی تا در کوههای پنشیر و هندوکش گرفت، رها کرد. من تا این لحظه شما را دوست داشتم. ما کل اقوام افغانستان تاج سریم است. یک دفعه رهایش میکردی ما را، افغانت بود، شاید یک روز به دردت میخورد. چرا؟ شاید در کنارت می بود. امروز پاکستان در افغانستان تا چقدر ملت ما را نابود کرد. بس امو اگر می بود در کنارت شاید بازوی قوی تر بود. تو بازوی خود را قطع کردی و امروز در صفحات می بینم جواناتانه باز پایکوبی میکنین، باز یک نام تاجیک هم بالا میکنین. کل اقوام افغانستان تاج سرم است، خاک پای کل اقوام هستم. اگر تو نیتت به من تاجیک است، میخوای منو گم بکنی و این ارمان در گورت ببری. میفهمی؟ ما خودم یک کارگر هستم، اولاد تاجیک هستم، از نسل تاجیک هستم و در کل اقوام یک رقم فکر میکنم. ولی شما کاری کردین، یک قسم شما کشتن کردین، اسیر را بگی بکش، باز رقص پایی بکنین که ما فلانی را کشتیم. میفهمی در دل ما آنقدر غوره است که یک دفعه رهایش میکردیم. اماراتی چی کردی؟